باری دیگر درود با شما دوستان گرامی. گزارش ما را از ورزشگاه وزارت مدافع تاجیکستان از پلی‌تکنیکوم شروع میکنیم. قسم دوم واخوری شروع گردید و حالا سرخپوشان کلوب مرکزی ورزش ارتش با توپ هستند و اینجا دروازه‌بانی دسته روشن کولو. شما بازی دور پنجم رو میبینید دوستان گرامی. حساب تا هنوز 1-0 است. کلوب مرکزی ورزش ارتش با گلی زده محض شرفجان سولیوف در قسم اول بازی در صفحه پیش می باشد. اولا فوتبالبازان دسته روشن کلوب از کنار چپ به هجوم میگذارند. با صورت تیز نیاید اینجا مرادوف بود. حالا باز یک هجومی فوتبالبازان شهر کلوب امکانات ها در این واخوری برای آنها هم بودند. حالت نابازی نیست و در اولین حالتی که حالا میبینیم دوستان گرامی کلوب فوتبال روشن به هجوم میگذارد. اصلا بیاید پیش از اون که با هیئت دسته ها شناس شویم و اینجا ایست در بازی هست یک چیز دیگر رو بگویم. ما یک نویگری رو در بازی روشن در آغاز یعنی در سرشوی این بازی دیدیم. وقتی که آنها توپ رو به بازی می‌دراوردن اولین ضربه در ثانیه‌های اول زده شد و در این مدار حسین محمد علی دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش قریب غافل هم مانده بود، لیکن او این حالت رو در نظر داشت و توپ رو داشته گرفت. این چیزی نوی بود که در قسم اول ما دیدیم. بعدا هجوم‌های فوتبالبازان دسته روشن خیلی زیاد بود. اونها فشار رو به دروازه میزبانان خیلی زیاد کردند، اما در آخرین موردها ضربه‌هایشان خطرناک نبود و نتوانستند. حالا کامران میرزاخان رفت است به خط پیش هجوم میکنند. محافظتگری اینجا دسته روشن کلوب زود برمیگردد به همون موقع خود. بیاید یک لحظه با هیئت دسته ها شناس بشویم و بعدا این بازی رو با هم تماشا میکنیم در یک جایگی و از بیاید میمانان شروع کنیم. با توپ هستند امروز در دروازه فیروز نظرف است. ریزویف امروز در بازی شرکت ندارد، اما در هیئت احتیاطی ما او رو پیدا کردیم. او در هیئت احتیاطی حضور دارد و حالا ببینید باز فوتبالبازان دسته روشن کلوب با آرامی اینجا توپ رو از نیمه میدانی خود به بیرون برآوردند، ولی نه آنقدر دور و دراز. خوب خط در خط محافظت امروز شادی جان مرادوف تحت رقم 11، کامران میرزاخان 4، تمفک پلاتینی از کامرون رقم 70، آفور ساموئل رقم 15 هستند. این از گانا و در خط میانه بازی کرده ایستادند فوتبالبازان اینوکنت تحت رقم 17 از ساحل اوج یعنی کوت دیوار، رقم 18 کریس امانوئل کاکو، رقم 8 عبدالرحمن نازیموف کاپیتانی دسته، رقم 10 محسن عبدالغفورов، عبدالخلیل بورونوف رقم 9 و علی انا رستم دیور از کامرون در قسم اول بازی میکرد. او رو ایواز کردند. حالا در میدان رسول پایزوف تحت رقم 77 بازی میکند. یک هجومی فوتبالبازان دسته روشن و حسین در جایش است. حسین محمد علی سرمربی دسته روشن کلوب بویر گامبردیف، دیرکتوری دسته غیرتشو میراحمدوف، قناعت لطیفوف و علیشیر توچیف مربیون این دسته هستند. درباره بازیگران حالا الان چیزی نمیگویم. در بازی بازیگرانی که در هیئت احتیاطی هستند بیاید با هیئت میزبانان هم شناس بشویم. کلوب مرکزی ورزش ارتش در قسم دوم در هیئتش تغییرات وارد نکرده است. تو هنوز دروازه‌بان حسین محمد علی، در خط محافظت سرگی درونین از روسیه 27، عزت‌الله روزیف 4، علیشیر سفروف 5، کامران ابراهیموف 20. در خط نیمه حمایه ادریس امینو 15 از گانا، کامران میرزانژاد کاپیتان دسته رقم 7. در خط پیش الچیبек رشیدبеков 11 حملهگر، شرفجان سولیوف 9 او هم حملهگر است و نوروز رستموف 17 او هم حملهگر. یعنی امروز کلوب مرکزی ورزش ارتش با 4 محافظتگر، 3 نیمه حمایتگر و 3 حملهگر بازی کرده ایستاده است.
سرمربی دستا امین سوپونی از جمهوری اسلامی ایران، فایز دولتوف مربی کلون این دسته است، زرگونی جواد مربی. در بازی امروزه مسئولیت دارند خورشید دادابویف دوور در میدان، دوور اساسی که اولو اینجا حکم خود رو صادر میکند. در قسم اول ایست در بازی خیلی زیاد بود و از همین خاطر خورشید دادابویف 2 دقیقه وقت ایلوگی هم تعیین کرد. با نیمه اولی وخوری اولو بود بیند باز یک هجوم و اینجا از پای زده افتانیده می شود ادریس امینو و از اینجا اولو فوتبال بازی کلوب مرکزی ورزشی ارتش ضربه بزنند. خوب شرف جان سالیف رو دیدید، این باز چیز اینجا گفتگو دارند با وایسیدین سفروف و یک بسیار هم خوب فکر کرده بودن، اما اینجا محافظتگران روشن هم بسیار مایرانه کار کردند و نگذاشتند که توپ رو شرف جان سالیف بگیرد. وقتی نهایت خوب بود. اینا کند رو به ما نشون میدهند 17ام بازیگری دسته رفشانی کلوب. خب با دلشد با خورشید دادابویف اینجا نعیم منصوروف از بابا جان غفوروف با منیرخان اشوروف از همین نوحیه کمک میرسونند. نسیم حمیدوف داوری احتیاطی است. عبدالرحیم بابایف ناظری داوران و اهلدین یونسوف از شهر خوجند کمیسری بازی. خب در گفتیم عبدالرحیم بابایف این داوری سالهای زیاد عمل کرده با تجربه نهایت بای در تاجیکستان، داور درجه بین المللی. حالا رسول پایزوف محض در مرکز میدان یک کمبودی در بازی روشن جای داشت. من فکر میکنم که حالا رسول پایزوف این حالت رو برطرف خواهد کرد. هجومی فوتبالبازی دسته روشن و با توپ اینجا پیش از همه عبدالخلیل بورونوف نمیرسد. عبدالخلیل بورونوف در قسم اول 2 ضربه آبدار زد، یکی از مسافه دور بود برای دروازه‌بان سپاهیان، آنقدر خطرناک هم نبود ولی هجوم‌های زیاد داشتند. از جانب دسته ها یک مرتبگی ضربه کنجی زده شدند. این از آماری که اینجا من به شما میگویم و از نگاه ضربه های زده شده کلوب مرکزی ورزش بیشتر امکانات های فراوان برای ضربه زدی داشت. آنها ضربه زدند و یکی از ضربه ها که با پسی گلی علیشیر سفروف به عمل آمد وری توری دروازه دسته رفشن گردید. مخلصان از جانب هر دو دسته هستند، هم از آنها در کنار راسته که اینجا من نشستم در نزدیکی نشستند و هم رفشانی کلوب رو اینجا دستگیری میکنند و هم کلوب مرکزی ورزش ارتش رو، زیرا اینجا گروه کلان عسکران سربازانی که در قسم‌های نظامی وزارت مدافعه خدمت میکنند اینجا هستند. حالا باز یک هجوم دیگری فوتبال بازان میزبان وایسیدین سفروف بود که در اینجا قریب با دروازه‌بان روبرو اومده بود. هجوم فوتبالبازی دسته روشن از کنار حالا راست صورت میگیرد. بورونوف تو به او نمیرسد. محافظتگران اینجا خیلی خوب کار میکنند. در این لحظه‌ای که من میبینم کمی هم باشد کامران میرزاخان محافظتگری دسته خیلی بیشتر به خط هجوم میآید. باز یک بار دیگر توپ از میدان بیرون زده می شود. اینجا پلاتینی با دستش توپ رو به بازی می دارد. خوب موفق نمی شد که به هم دستای خود به فوتبال بازی رفشن رساند. توپ بلکه در مرکز است. نه اینجا کامران میرزا خان. حالا یک هجوم دیگر اینجا هم هر یک هجومی که به پیش می رود بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش آن را زده از نزد دروازه‌شان دور میکنند. حالا کامران
иброҳимов буд ки тӯбро зада аз назди дарвоза дур кард. комрони мирзохон инҷо бо пайзов бозӣ мекунанд ба қафо, аммо 4-5 нафар бозигарони клуби марказӣ инҷо ҳастанд ва хатарнок буданаш мумкин аст. боз ҳоло як ҳуҷуми дигар. пайзов бо як дурудароз. боронов бо пайзов бозӣ мекунад. расул пайзов бозигаре ки солҳои зиёд дар дастаи регритада аст. бибинед ин зарбаро чӣ гуна зарбаи ниҳоят хуб инҷо азамҷон муродов ин зарбаро зад. бале азамҷон муродов ин зарбаҳои ниҳоят сахт дорад. ҳоло бори дигар тӯбро бо дасташ ба бозӣ медорад ва инҷо як имконияти хуби голзанӣ барои равшан ва инҷо аз ин лаҳзаи ниҳоят хуб боз ки ҳамон гуфтам комрони мирзохон аз хати муҳофизат ба ҳуҷум гузаштааст ва инҷо натавонист ки ҳамин тӯбро ворид тӯри дарвоза кунад. бинед азамҷон муродов ин зарбаи пешинае ки дарвозабон ҳусниддини маҳмадалӣ бо як сейви олияш зада аз назди дарвоза дур кард, вале муваффақ нашуданд. инҷо осонтар буд гол задан. ҳол дар ҳолати такрор мо дидем, аммо зарбаи комрон хато рафт. ҳоло ҳамин комроне ки дар хати ҳуҷум буд аллакай дар хати муҳофизат аст. инҷо бошад азамҷон муродов. тӯб аз рашидбеков берун меравад. ба марказ ба нозим. барнам ман агар ҳамин гуна агар хулоса барам ки бозии футболбозони равшан он қадар бад нест, хато намекунам, чунки онҳо дар нигоҳ доштани тӯб якдигар фаҳмияшон хуб ҳам ҳаст. дар қисми аввал мо инро ҳам дидем. ҳоло бошад қисми дуввум аст. бинед мавриди фардии бозигарони аҷнабияшон ҳам хуб аст ва ҳоло мекунад 100% голзанӣ. аммо боз ба тӯб инҷо тарзе мебинем муҳсин абдуғафоров намерасад. аммо довар чӣ инҷо мегӯяд? расиш буд ё не? ҳоло бале, ҳоло инҷо муҳсин абдуғафоров бо дарвозабон суҳбат дорад. инҷо абдураҳмон нозимов ҳам капитани даста омад. ҳоло бубинед як бори дигар. бале ба ин тӯб ҳеҷ чизе набуд. ягон хатогие инҷо аз ҷониби муҳсин набуд ва инҷо метавонист ки маҳз комрон иброҳимов кӯмак расонад ба дастаи равшан. муҳофизатгар дидед бо садаш тӯбро бозӣ кард. каме ҳам расид. агар намерасид он вақт дигаргуна мешуд. хуб тағйирот дар ҳайати дастаи соҳибони майдон. инҷо сафаров аз майдон гирифта мешавад ва хуршед абдуллоев ба майдон меояд. хуршед абдуллоев дӯстони гиромӣ дар бозии гузашта гузаштае ки бо дастаи хуҷанд буд баромад ва голе зад ва голи зебое ҳам зад. ӯ дар ихтиёраш як гол дорад аз бозигарони аз он ҳоло 6 гол аллакай шуд. бозигарони клуби марказӣ ба дарвозаи ҳарифон заданд. як тӯб аз дарвозаашон гирифтанд. расул пайзов дар марказ. бубинед бозӣ хуб, бозӣ якдигар фаҳмияшон ҳаст. хуб боз дар муқобили капитан инҷо хато бозӣ мекунанд. абдураҳмон нозимов бале вайсидин сафаров аз бозӣ рафт, вале бисёр бозии хуб ҳам дар қисми аввал дошт. бисёр ҳам ҳолатҳои хубро ба вуҷуд овард. зарбаҳоро имрӯз мо дидем бисёр. инҷо ва гузаришро бибинед ва довар чӣ мегӯяд? пеналти аст ё на? муҳсин абдуғафоров зарбаи сахт зад. бале муҳсин агар ба ин тӯб намерасид гумон мекунам ки пеналти буд. ҳоло такрорро хоҳем дид. рӯзиев инҷо ҳоло дилшод на дадабоев инҷо довар корти зард метиҳад ба капитани даста.
و کامرانی میرزونژاد کارت زرد میگیرد. این اولین کارت زرد در بازی امروز است. فوتبالبازان دسته روشن ضربه کنجی میزنند. باز یک بار دیگر باید اجرا کنند. حالا عبدالرحمن نازیموف ضربه کنجی رو این الکی سومین ضربه کنجی در بازی امروز است. باز یک وضعیت تشویش‌آور در نزد دروازه کلوب مرکزی ورزش ارتش و داور شتنگ میزند و اینجا خطا رو دید. خب اگر اون حالتی که ما کمی پیشتر گفتیم ضربه زده شد، اگر بار دیگر زیر نظری تحقیق ما قرار میگرفت خیلی خوب بود. درونین حالا توپ رو گرفته است و از اینجا با بازی میداره. حالا ببینید این حالت دویم بعد ضربه کنجی رو خب در هر جا مبارزه است. شادی مرادوف اینجا کامران ابراهیموف راست به سوی دروازه میزند ولی خطا میکند دروازه‌بان. این از خطاهای نخستین فیروز گویم خطا نخواهد بود، چون که پیش از این بسیار فیروز خوب بازی کرد. شادی مرادوف حالا این بازیگری نو به میدان آمده است. خورشید عبداللهیف و خطا میپرتوید شادی مرادوف و بازیگرانی میزبان اکنون توپ رو با دستشان با بازی میدارند. بویر گامبردیف از اینجا هر لحظه دستور میدهد تو دستش از این بخت رها یابد. خب درباره بویر گامبردیف سرمربی دسته روشن کلوب گفتیم. در حقیقت سه بازیگرشون که امروز یکی دروازه‌بان است اجازه کاری نگرفتن در تاجیکستان برای این بازی کردن نمیتونن. خب شاید حالت غیر بازی از دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش این اولین حالت غیر بازی است. حالا هجوم به سوی دروازه دسته کلوب مرکزی. باز یک امکانیت عالی و ایستا برابر بشود. 1-1 وضعیت نهایت عالی است و این توپ رو محض همون لگیانر گفتیم کواسینوکنت است به ثمر میرسوند. دقیقه 64 حساب 1-1. اینجا پیش از همه خطا از جانب ماس خود امین سوپانی است. حالا کمی هم باشد در این لحظه ها کمی هم تبش خیره است. حالا بار دیگر ببینید حالت غیر بازی نیست. اینجا چی؟ اینجا هم نیست. تو یک لحظه دیگر اینجا به قفا ضربه زده میشه. نه اینجا نبود، اینجا نبود، گل است. چون که الکی از اون حالتی که پیشتر این بازیگر در حالت غیر بازی بود پس سر شده بود. باز یک هجوم دیگر توپ راست به طرف ما پرواز میکند. خوب چیزی نیست. فوتبال بازی دسته روشن حالا صورتشون رو بسیار بلند میکنند. گزارش رسول پایزوف کاپیتان دسته نازیموف زود تیز بازی میکنند. ببینید با صورتی بلند ولی اینجا بارونوف توپ رو مند کرده نمیتوند درست‌تر. الچیبک رشیدبیکوف کامرون میرزونژاد باز با توپ کامرون است. خوب شرف سولیوف محافظتگران توپ رو میگیرند.
توپ دویم رو از دروازه‌اش میگیرد دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و حسین‌الدین محمدعلی. من فکر می‌کنم که حسین‌الدین در این گلی که هولو از دروازه گرفت، توپی که از دروازه گرفت، گناهکار نیست. اینجا محافظتگران همه رو از زیر نظر خود بیرون گذاشتند. حالا باشد ببینید باز فشار دسته رفشان بر علو به چشم میرسد. او اینجا فیض دلات رو ببینیم، او با دست اشاره میکرد که توپ رو به پیش زدید، به پیش باید مساوی نباشد. همین گونه فکر میکنم، همین گونه در فکرش هم هست. حالا باز یک هجوم دیگر. خب ارسال نادرست با خورشید عبداللویف. در از دسته صاحبان میدان باز یک بازیگر عوض کرده می شود. تحت رقم 18 حالا عبدالله شریف است. این عبدالله شریف و دوستان گرامی همان بازیگری هست که در دسته در بازی با دسته خوجان به بازی برآمد و با اولین رسشش توپ را وارد توی دروازه کرد و نوروز رستموف از میدان گرفته می شود. نوروز رستموف گفتیم این هم دست پرور فوتبال رفشانی کلوب است و امروز شرف سپاهیان را حمایت میکند. دو بازیگر که در بازی گذشته توپ را به دروازه زده بودند، سبحان امین سبحانی به بازی در آورد. حالا باز محسن عبدالغفارов خوب را زده از پای میافزند، اما اینجا مرادوف شادیجان مرادوف او هم با علیشیر سفرов روبرو می شود و در این کار علیشیر سفرов کامیاب می گردد. توپ از نزد دروازه باید به بازی در آورده شود. حسین‌الدین محمدعلی و اینجا ببینید بله توپ از پای مرادوف رفت. خب همه امکانات ها رو باید مربیان اینجا استفاده برند. شرفجان صالحov حالا ببینید توپ از محافظتگر نگذشت و خیلی خوبم اینجا ساموئل اوفاری کار کرد، بازیگری کامرونی دسته رفشانی کلوب، ولی خورشید عبداللویف از کنار چپ است و توپ از میدان بیرون می شود. اینجا حالا فکر میکنم که باید کمک رسانید با باز همان بازیگری که الچیبک رشیدبکov که در قسم اول بسیار زده از پای افساییده شد، حالا بیرون از میدان خوابیده است و خورشید عبداللویف چی میگه؟ حالا یک بار دیگر ببینیم. نه اینجا مبارزه است، پشت پای نبود از این لحظه‌ای که حالا ما تکرارا دیدیم و ایست در بازی است. در این ایست من با شما چی گفتنی هستم دوستان گرامی؟ دسته های کلوب مرکزی ورزش ارتش و همچنین رفشانی کلوب با هم 35 وخوری انجام دادند. حالا شرفجان صالحov با ضربه کنجی از کنار راست، این ضربه دوم کنجی در این بازی است. حالا اینجا مخلصان با شور و شر آمدند که ضربه کنجی نبود، اما حالا خواهیم دید خودش شرفجان صالحov ضربه میزند. اینجا روبرون کلوب فوتبال رفشان هم هستند، دستور بدن از همین منبری که نشستند. حالا بینیم شرفجان صالحov و قسم زیادی بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش در میدان نزد دروازه 5 نفر، یک نفر کمی دورتر کاپیتانی دسته. و حالا چی میگید خورشید دادابویف کمک دوور و او چیزی میگید از بازیگرانی؟ ولی کارت زرد داده می شود با عباس اندلیبوف کارت زرد میگیرد برای با کمک دوور چیزی گفتنش و ضربه زده می شود. اینجا محافظتگران این محسن عبدالغفارov است که توپ را زده از سر با بیرونی میدان نزد دروازه میکند و حالا باز یک ضربه شرفجان صالحov. چگونه شرفجان امکانیت مییابد همین گونه ضربه ها رو بزند؟ اگر تکرار باشد ما خواهیم دید که چگونه زیبا ضربه زد
ولی تو بعدی به زمین برخوردن از دروازه بلندتر به بالا جست. حالا ببینید این ضربه کنجی که اجرا شد، ادریس امینو توپ رو با او ارسال میکند و اینجا ضربه خیلی خوب هم زد. ضربهش بسیار هم خوب بود اما کمی سخت‌تر به زمین زد. فکر میکنم که اونجا این میدانی سنی نیست دوستان گرامی، این میدانی طبیعی است که خیلی خوب هم هست. حالا باز یک هجومی فوتبال دسته رفشن. شرف جون سولیوف هم به خط حمایه آمده است. حالا او تو رو با هم دستش با علیشیر سفروف میتید. علیشیر سفروف تو از یک به دیگره و همین طرف ادامه مییابد. کامران میرزاخان باز هجومی صاحبان میدان امکانیت اینجا امکانیت بیشتری ضربه زدن برای خودی الچیبک بود اما ضربه نزد. خب چون شروع کردم از اون که این دسته ها بازی های زیادی گذراندند، 35 بازی است که در 32 تای آن در لیگ اولی صورت گرفته است. 13 غلبه به نفع کلوب مرکزی ورزش ارتش، 14 غلبه بر نفع رفشن شهر کولوب. در جام تاجیکستان 2 بازی گذراندند که به نفع ارتشی ها انجام یافته است. یک بازی تجربوی با پیروزی دسته رفشن کولوب. و از سال گذشته در همین میدان حالا امکانیت خوب برای خورشید عبداللهیف امکانیت رو از دست داد اما مبارزه برای توپ حالا هنوز پای برجاست و دیدید اینجا ضربه آفاری سموئیل رو که غلط بود. خب سال گذشته در حالا ببینید همین حالتی که ما دیدیم اینجا این ضربه آخرین آفوری بود. خب کلوب مرکزی ورزش ارتش با رفشن سال گذشته در بازی اولشون نتیجه 2-1 در همین میدان بود. در مرحله اولی بازی رفشن کولوب با حساب 2-1 هنوز 13 فوریه سال 2021 بود 2-1 مغلوب کردن. نه این بازی تجربوی بود. بازی دیگرشون با حساب 3-3 مساوی انجام یافت. در بازی دیگری که آنها داشتن کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 2-1 به پیروزی نایل شده است. حالا ببینید اینجا باز توپ رو از دست میدن بازیکنان دسته میزبان. کامران میرزاخان کوشش میکند که با رفشن کمک ارزنده داشته باشد. خوب از گل هایی که رفشن زده است عبدالخلیق بورونوف 2 گل رو به ثمر رسانیده است. یک گل دیگر رو قواسی اینوکنت حالا این گل دومش رو امروز به ثمر رسانید. گل دومش در چپه تاجیکستان است. حالا از این حالت ما و شما چی بازی رو خواهیم دید. عبدالرحمن نازیموف کاپیتان پرتابی عالی امکانیت برای گل زدن هست. وضعیت خطرناک در نزد دروازه ارتشی ها و توپ از نزد همه بیرون می رود و اینجا خیلی بازیگری نو به میدان آمده. عبدالله شریف خوب بازی میکنه. حالا عبدالله شریف باز با توپ است. ارسال به میدان نزد دروازه شرف سولیوف خیال میکنم که بسیار خوب هم توپ رو نگاه داشتنی بود ولی توپ از پایش جست و حالا باز بازیگر در ایدی دسته رفشن کولوب عوض خواهد شد. اینجا حالا ببینید این خورشید عبداللهیف است که ارسال توپ میکند. بسیار دور در روز اینقدر دور کم بازیگرانی هستند که توپ رو دور روان کرده میتوانند و یک بار 2 بازیگر اینجا آماده می شود در ایدی دسته رفشن کولوب و عوض قمچینوف. چند مدت است که بازی این فوتبال باز جوانه که در ایدی دسته منتخب جوانان هم بازی میکرد. خوب و عوض میکند کریس امانوئل کاکاو رو.
میس امانوئل کاکو کمتر در میدان بود و اینجا باز امیرجان فرخزاد این بازیگر جوان هم به میدان می آید و او بازیگر رقم 17 کواسی اینوکند رو که یک گل زد او رو عوض میکند. دو لگنر گرفته میشوند، دو بازیگر تاجیکستانی وارد میدان میشود در دسته رفشن و آنها چی خواهند کرد ما و شما میبینیم. بله دردآور بود برای پایزوف ولی ارسال میشود تو اونجا کسی از بازیگرای دسته ارتش نیست. سربازان، سپاهیان یا خود ارتشیان امروز تا این دقیقه که هست نتیجه برابری را در اختیار دارند. حالا یگان نباختند. امین سبحانی و بایر اگمبردیف حالا طرح بازی دسته‌شون رو دیگر میکنند چون که بازیگران نو به میدان آمدند و اینجا ما و شما در جو به جو شوی فوتبال بازان دیگرگونی را خواهیم احساس کرد. و اینجا با صورتی بلند حالا ببینید باز شریپوف است و اینجا دو نفره که نو به میدان آمدند هم عبدالله شریپوف و هم خورشید عبداللهیف از کنار چپی دسته سپاهیان هستند و اون طرف اون جانب بسیار هم فعالتر شد و ببینید پرتاب‌هایشان رو ببینید هجوم‌هایشان رو که از اون کنار صورت میگیرد. خب چی اشتباهی میکند محافظتگری دسته روشن و وقتشون حالا محافظتگران اینجا خیلی خوب کار کرده ایستادند. کامران میرزاخان توپ رو برمیگرداند. اینجا همون حالا همین بازیگری که هست بسیار هم مهارتش در آخرین لحظه ها خوبتر شده است ادریس امینو. اما دو بازیگری کلوب مرکزی ورزش ارتش در میدان نزد دروازه هستند، یکی الچبک رشید بیکوف و دیگری همون عبدالله شریپوف. تو با آنها فرستاده نمی شود. فایز دولت رو به من شما میدهند مربی کلان کلوب مرکزی ورزش ارتش و اینجا هجوم عالی از جانب بارانو و گل! بارانو گل! دو باری است. اینجا مخلصان به داد آمدند و دقیقه 79 بازی است. دوستان گرامی بسیار هم خوب و زیبا بازی کرد. بارانوف و با عبدالخلیل بارانوف گل سوم خود را میزند. عبدالخلیل بارانوف دوستان گرامی نشانزن بهترین کلوب روشن کلوب و به همین ترتیب حالا طور دوستان گرامی میبینیم میمانان به صف پیش میبرویند. ببینید اینجا چگونه بسیار خوب بازی زیبا عبدالخلیل بارانوف نشان داد. سر روی خود محافظتگران را گرفت و از بین سه محافظتگر تو رو طور دروازه آفرین. بله اینجا همه حالا این خرسک‌ها با او کفکابی‌ها با او تعلق دارند و از جای برخواستن مخلصان دست رفشن هجوم باشد از جانب فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش و فیروز نظروف در جایش است. بایر اگمبردیف بازیگری که شاهین اسمایی را به جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از جمهوری افغانستان برآورده بود. مربی که کارشناسی کنفدراسیون فوتبال آسیا و
فدراسیون فوتبال عمومی جهانی است و با داوران درس میگوید. آنه که در زمان در دسته منتخب المپی تاجیکستان با سرگئی بوریسویچ لی کمکگر بود، یعنی مربی بود و با سرگئی بوریسویچ لی که دسته منتخب تاجیکستان رو مشق میداد اونجا ایفای وظیفه میکرد. حالا سرمربی کلوب رفشانی کلوب است و حالا باز هجومی فوتبال بازی کلوب مرکزی ورزش عوض قمچینوف حالا با خطی مدافع است. این بازیگر خطی هجوم است دوستان گرامی. عوض قمچینوف و ببینید امکانات خوب بار دیگر برای فوتبال بازی دسته نه اینجا بورونوف با محسن عبدالغفارов توپ را نرسانید و حالا عزتالله روزیف با کامران میرزا نژاد اینها باز به پیش می روند. خورشید عبداللهیف با بله اینجا خورشید عبداللهیف حالا هست که میگذرد از بازیگر این بازیگری نو به میدان اومده. امیرجان فرخزاد است و امیرجان کارت زرد میگیرد. در از دسته رفشان این اولین کارت زرد در میدان است، اما یک نفر بازیگر دیگر عباس اندلیوف که در بیرون میدان بود یک کارت زرد هم گرفت. حالا ببینید این خطا رو بله کارت زرد تدابویف در وقتش داد. حالا ارسال توپ ضربه کنجی از کنار راست خوب اینجا دفاع بکند آفار سمویل از همه قامت بلندترین محافظتگری دسته رفشانی کلوب کامران میرزاخان حالا برای کمک اینجا نزد دروازه‌بان ایستاده است. چرافزان سولیوف در درونی دروازه است. ضربه زده میشود و محض این الچیبک رشیدبک بود که ضربه را زد. از فرصتی بسیار هم موافق حالا سربازان استفاده نبردند. عزتالله روزیف حالا دعوا میکند که اینجا در مقابل او خطا کردند، اما اینجا این حالت پیش روی ما نیست. بیاید در حالی که ایست است چند نظر داشته باشیم درباره جدول مسابقات. ایست رفشان پگاه در سفر با رفشانی ظفرآباد بازی میکند، در این سیوم است. حالا ببینید اینجا دستیاران من به شما گفتم که قناعت لطیفوف و علیشیر تویچیف با بویر ایگان بردیف کمک میکنند. حالا اینا میگن که توپ رو گیرید و پیزنید وقت رو کشال دید. خوب چند دقیقه دیگر 7 دقیقه دیگر باقی مونده است، ولی حالا ایست در بازی است باز ایلوه خواهد شد. این همون گلی که ببینید بله یگان خطاگی نیست، یگان از زیر پای دروازه‌بان توپ رو در از عبدالخلیل برنام از زیر پای حسینی محمد علی زد. اینجا فکر میکنم که این حساب رو بله حالا میگن محسن باید کمی خفاتر بازی کند برای هجوم‌های عکس الهجوم‌هایی که کلوب مرکزی انجام میدهد باید پیش روی آن را گرفت، ولی باشد محسن عبدالغفار باز به پیش میآید و اینجا حالا فوتبال بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش بار دیگر خورشید عبدالله و توپ از خورشید به بیرون میدان میرود. اینجا هم ناراضگی رو ما از جانب عبدالله شریف هم اینجا احساس میکنیم که توپ گویا که از پای فوتبال بازی رفشن رفته باشد، اما داور خیلی نزدیک بود. تا انجام واخری 5 دقیقه دیگر و اینجا من صدای بویر گمبریف رو میشنوم. خیلی خسته هستند، آوازش گرفته است تا با فوتبال بازان گمان میکنم که نمیرود، اما او کوشش میکند که کمی هم باشد برای غلبه رفشن به شاگردانش کمک کند. رفشنی ها حالا توپ رو با دستشان با بازی میدارند. توپ باز به بیرون میرود. یک لحظه ایست
نه که ایست این اوه اینجا یک بازیگر رو شما دیدید مورد توجه کارگردانی ما جای گرفت این بله همین بازیگری که در حیط دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش هم بازی کرده است در حیط دسته کوکتاش هم حالا هجوم دیگری روشن باز یک امکانیت خوب برای بازیگران این دسته در علایدگی است فرخ زاد و ضربه میزنه چی خیلی برای فوتبال بازی این دسته امکانیت خوب بود الکی اومید توپ در یک چشم زدن الکی در نزد دروازه فیروز نظرف است امیرجان فرخزاد چگونه ضربه خوب رو باید میزد دروازه‌بان مهارت نشان داد امروز باز به سراسیمگی رو میدهند سپاهیان البته دشوار است در خانه بازی کردن و در این حالتی که حالا هست کمی دیگر بلندتر اگر توپ می اومد اون وقت عوض قمچینوف با صورتی به پیش رفته شده بود و توپ از میدان بیرون می رود چهار نفر بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش از نیمه میدان روشن بیرون نمی روند یعنی آماده هجوم هستند شرف سولیوف در مرکز یک حرکت دیگر اینجا باز همون خورشید عبداللهیف است امکانات دیگری هجوم برای فوتبالبازان دسته روشن اینجا برباد رفت حالتی خوب رو اینجا باز همون عبدالخلی بورانوف از دست داد توپ رو سری وقت به هم دستش نداد و باز اینجا یک برخورد است و این نوبت باز یک ضربه دیگر باید ضربه جریمه‌ای باشد از جانب بله در مقابل خورشید عبداللهیف بله باز همون امیرجان فرخزاد است کاپیتان ارتشی ها است اینجا کامران میرزا نژاد کامران ضربه میزند باز یک ضربه دیگر ولی ضربه الچیبک بود و اینجا توپ وارد دروازه نمیشود چگونه امکانیت عالی را فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش استفاده نبردند حالا ببینید اینجا بسیار حالت خوب بود این البته برای شرفجان سولیوف بار دیگر تو با ستونی دروازه برخورد حالا ببینید بار دیگر تو پرتافته می شود نه اینجا حالا ما میبینیم که این حالت رو محض بازیگری عبدالله شریفوف بود که با ستونی دروازه کوفت پرواز کرد تو از اونجا به بیرون جست و وارد توی دروازه نشد یک لحظه نهایت خوب در آخرین دقیقه ها و عباس اندلیبوف که تا به بازی برآمدن کارت زرد گرفت محسن عبدالغفاروف را عوض میکند محسن هم یک داد میزند اینجا عباس اندلیبوف بازیگری دسته منتخب نورستان تاجیکستان که در جام جهان هم بازی کرده است دوستان گرامی اینا با امیدهای آینده فوتبال تاجیکستان است حالا باز یک امکانیت قریب بود که با وجود آید برای فوتبالبازان دسته روشن امکانیت دیگر برای بازیگران این دسته خوب حالا باید ناجا بازیگران روشن توپ را از دست ندهند میدون حالا دوستان گرامی
5 دقیقه وقت ایلوه میشد. وقتی اساسی بازی تمام شد. اینجا چند مرتبه است که کارگردانی ما پرینس رو نشون میدهد. پرینس که در حیط دسته کوکتاش بود و سپس اولو کارت زرد به کاپیتان دسته равшан عبدالرحمن نازیموف. خب لحظه های آخر است، خطرناک است. از همین رو کارت های زرد باز هم بسیار شدنش ممکن است، ولی باید فوتبال بازان ماهرانه بازی کنند از روی قاعده و به اشتباه. توپ در مرکز میدان، علیشیر سفروف با کنار راست ارسال توپ با میدان نزدیک دروازه، اما محافظتگران اینجا توپ رو برمیگردونند. 1 دقیقه وقتی ایلوه شده به پایان رسید. حالا امکاناتی خوب، اما توپ از میدان بیرون میرود. شرفجان سالیوف یکی از بازیگران خوبی بازی امروزه است. اینجا کی است؟ یک لحظه دوور هم با کاپیتانی دسته ارتشی ها کامران میرزا نژاد با حملگری دسته равшан عبدالخلیق بارونوف صحبت انجام داد. حالا ببینید اینجا سرگی درونی رو نشون میدن، رقم 27 که هست. امروز برای الچیبک رشیدبکوف بازی ناگوار است، خیلی زیاد رو از پای افتادیدن. در مقابلش بسیار سخت بازی کردند و حالا ضربه کنجی از کناری راست است و صالحوف ارسال میکند و توپ از میدان بیرون میرود. اینجا باز همون الچیبک رشیدبکوف بود. تا انجام واخری دوستان گرامی باز 2 دقیقه و 40 ثانیه دیگر مانده است. 1-2 равшани کلوب در صف پیش در بازی دور پنجم چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ اولی. خب با جدول نظر میکنیم، با جدول چمپیونات اگر равшан امروز پیروز شود پس 7 امتیاز میشود و با جای تا انجام بازی های دیگر با جای سوم خواهد برآمد. باز 2 دقیقه دیگر هست. حالا فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزش توپ رو باید به بازی درآورند. اینجا ببینید این تکراری همون حالتهایی که نبود به دست محافظتگر برخورده بود. آفوری ساموئل. حالا یک ضربه دیگر به پیش و ببینید چگونه با دشواری равшан محافظت میکند. با پیش ضربه میزند و با صورت تیز اینجا فرخزاد بود، ولی امیرجان فرخزاد، ولی در مقابل او توانستند که توپ رو زده از میدان بیرون کنند. خوب اینجا کامران ابراهیموف خوب کار کرد. حالا توپ رو باید به بازی درآورند. 1 دقیقه دیگر تا انجام بازی، 1 دقیقه دیگر است. توپ در نزد پای سپاهیان زود به پیش میزنند. آخرین لحظه ها الچیبک رشیدبکوف. نه اینجا حالا دوبار نشون میدهد قاعده ویران شده است در مقابل الچیبک. شرفجان سالیوف و اینجا حالا علیشیر سفروف برای ارسال توپ اومده است. اوت، خطا نبود. اینجا میگه دوباره مرکز. چی بود باری دیگر؟ امیرجان فرخزاد حالا نشون میدهد که قاعده رو ویران نکرده است، اما چی بود در اصل حالا اینجا دیده میتوانیم. حالا ببینید اینجا بود یگان خوب صد گذاشت، اما اشتباه است میگه دوبار. خوب اینجا اکنون علیشیر سفروف ضربه میزند. همه بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش در نزد دروازه دسته равшани کلوب. علیشیر سفروف منظور ما و شماست.
зарба зада мешавад. Ирсол дарвозабон бо як даст тӯбро бармегирад. ҳанӯз ҳолат бартараф нашудааст. вақт тамом шуд, вале ҳуҷум идома дорад ва футболбозони дастаи Равшан тӯбро ба пеш мезананд ва вақт тамом. дӯстони гиромӣ, Равшани Колоб аввалин шикасти клуби марказии варзиши Артишро бар ҷой мегузорад. 1-2 ва аввалин пирӯзӣ, на, ин дуюмин пирӯзии Равшани Колоб дар сафар аст. Регали Тадазро мағлуб карда буд ва ин ҷо Боир Эгамбердиев табрикотро қабул мекунад. шодии футболбозони клуби Равшани Колоб ва дарвозабон ҳоло ин ҷо корти Ҳусейдини Маҳмадалӣ ҳам корти зард мегирад. Амин Субҳонӣ мураббии эронии дастаи клуби марказии варзиши Артиш ки бори аввал дар мавсими имсола ба шикаст рӯбарӯ мешавад ва то ин даме ки бозиҳои дигар ҷараён доранд, Равшани Колоб ба ҷои сеюм бо 7 имтиёз мебарояд. Хатлон бо 10 имтиёз дар зинаи аввал аст. клуби марказии варзиши Артиш бо 9 имтиёз дар ҷои дуюм боқӣ мемонад. Равшани Колоб бошад ба ҷои сеюм баромад. то он даме ки бозиҳо идома доранд, дӯстони гиромӣ, мо боз дар ҷадвал тағйиротро интизор хоҳем шуд. аммо ин ҷо гузориши худро аз варзишгоҳи вазорати мудофиаи Тоҷикистон аз бозии байни дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Равшани Колоб ба анҷом расонем. бо шумо будам ман Аловиддин Буриев. бо шабакаи телевизиони варзиш боқӣ монед ва бозиҳои ҷолибро тамошо кунед. хайр то боздид. шоду пирӯз бошед.